بذر کدو حلواییه. یه سری رو که نشا کردیم هنوز نیاوردیم تو خاک، اینا رو همینجوری داریم تو خاک میکاریم. خب برای اینکه همینجا به هر حال با خاک زندگیشون رو شروع کنن. خب روشون رو گل میدیم، چوبم نشونمونه، آب میدیم. البته یه مقدار رنگش تیره است، یه کمی هیومیک اسید توش ریختیم که اوضاع بهتر بشه. خب این میره برای اینکه سبز بشه. همینجا که باشه راحت با این اخت میشه و وقتی در میاد خیالمون راحته، جا به جا نمیشه، ریشش دچار شوک نمیشه، اتفاقای خوبتری احتمالاً براش میفته. بریم. اینا رو 12 روز پیش کاشتیم، بذرش رو تو خاک کاشتیم، الان اومده بیرون و قشنگ با فضای اینجا آشنا شده، خوب شده. آب دادیم. اینا هم که علفای هرز کنارشه که باید رژیم بشه که زیاد نشه. ببینین چقدر قشنگ، جاندار، سرحال، خیلی خوبه. بریم.